دوستان عزیز، دهم فوریه سال 2026 در ولایت ختلان بهار آمده شده است. این دریای وخش می باشد. در سرحد شهر قرانتپه و ناحیه قبادیان. این آبجو داشته برای آبیاری کانال می رود و دریا در مجرای خود رفته ایستاده است. ببینید چقدر زیبا منظره ها. بعد از یک ماه اینجا سبز می شد. تل و تپه ها علاقه سبز شده ایستادند. سبزه برآمده ایستاده است. یعنی که بهار در تاجیکستان ما قدم خود را استوارانه گذاشته ایستاده است. این دریا را ببینید چه خیلی زیبا. داخل این دریا فکر میکنم پر از ماهی ها است. پر از این جنگل ها داخلش پر از جاندار و حیوان و پرنده ها باید باشد. من همدیاران عزیز، یک نزدیک آوردن نشانتیان با شما این دریا را تماشا کنید. آدمایی هست که این منظره ها رو دیدگی نیستند. البته با آنها که نشان دادیم خیلی خرسند می شوند از این منظره های دلکش وطنمان. نه تنها روسیه، ما هم یک منظره های دلکش داریم، دریاهای کلان داریم. خیر در پناه خدا باشید. خدا نگهبان هر یکی شما باشد.